قلادی با من باشی شب آخری یا زنتو بپیچون. نه بابا چرت داره میگه. من چرت تو میگی؟ هیچ جا رایگان نبود، مخ اینو زدم رایگان بیاین اینجا بشین. خاک تو سرت، مگه تو بدبخت گدایی بی پولی؟ یارو باباش پول داره، ویلاش رایگان در اختیار من گذاشته. یارو گوه خورده. حال برنجو نمیخوای بذاری؟ خانم بخوریم. خانم بخوریم؟ تنبل. الان باید با برنج میخوردی؟ شب خوردی چیزی خوردی اینجا میشست. برنجم نیم ساعت میخواد طول بکشه. کم گذاشتم واسه برنج درست شدیم. سیر میشه ملت ولش کن. خیلی گرمه. منتظر بمونید الان زنگ میزنه دوستم. چی؟ آره اینم داره چیزش میزنه بهمون. چیکار پله؟ یکم یه زغال بگیرم جوجه ها رو بیاری بذاری. راستی از اینه کندم برد. آی الله خیلی گرمه. الان چیز کنیم بریم لب دریا، بعد غذا بریم. سویچ هم ببین کجاست. اونو بیا بزنم تو جیبم. دنبال سویچ میخوایم بگردیم. چیز زغالش میتره که پرت میشه. الو سلام، تو چطوری؟ من بعداً زنگ بزنم. چیه؟ ها هیچ رفیقم. میام حالا زنگ میزنم صحبت میکنیم. ها بهم چی؟ بودم انگو بابا رفیقم چرا بزنم بلنگ بود؟ ویلا اوکیه؟ خوبه؟ خوبه آره. قلادی با من باشی شب آخری یا زنتو بپیچون. بعدن حرف. قلادی با من باشی شب آخری زنتو بپیچون؟ نه بابا چرت داره میگه. من چرت تو میگی؟ چرت تو داری میگی؟ چه زری زدی تو؟ چه زری زدی؟ قرار شد با مهدی. قطع کن بابا توضیح نده. این مزاحمه. مزاحمه آره. الان رفیقت بود شد مزاحم. حرفتو چرا دوتا میکنی؟ مزاحم چه؟ تو من قول دادی مهدی. چی؟ مگه قول ندادی به من؟ الان میگی قول چی داده بابا؟ زرت و پرت نکن ببینم. قطعش کن. قطع کن زهرا. تو مگه نمیدونی این زن داره؟ چیز بابا من چه میدونم کیه؟ نمیدونی کی اسمشو میدونی؟ ببین من پدر تو رو بعدن در میارم باشه؟ خفه شو بابا اسکول. کی بود؟ نمیشناختمش. نمیشناختیش؟ نه بابا ولش کن. به جوجه رو بیا. شب آخر قرار بود منو زنتو بپیچونی با من باشی آره؟ کی گفت؟ کدوم شب آخر؟ ویلا رو کی گرفتی؟ ویلا رو از کی گرفتی بابا میگم؟ نمیشناسم شلوغش نکن. نمیشناسی بعد گفتی زهرا قطع کن؟ نمیشناسی الان صاحب این ویلاه؟ ویلا خوب بود راضی بودی؟ نمیشناسی نه؟ بابا چی کار کنم آخه؟ هیچ جا رایگان نبود، مخ اینو زدم رایگان بیاین اینجا بشین. خاک تو سرت، مگه تو بدبخت گدایی بی پولی؟ حالا توضیح میدم. توضیح چی میخوای بدی به من؟ زغال تمام شد. به جهنم. هزینه کردی. لنگ پول ویلا بودی؟ موقع دختر زدی؟ خاک تو سرت، مگه تو زن نداری؟ شب آخر زنتو بپیچون با من باش؟ بابا اون یه چرتی گفت. چرت الان تو داری میگی. اون حقیقتو گفت. می‌خواستم بپیچونمش. اه. دم 3 روز 4 روز یه هفته اینجا بمونیم.
بعد زنگم میزنه بهت، در تماسید با هم. بدبختی گیر کردیم به خودم. بدبختی گیر کردی لو رفتی آره؟ غلط کردی؟ اون ویلا نداشتیم مخشو زدم ویلا رو بیاد باباش خیلی خوبه. اینو میگرفتی دیگه. نه عشق من با تو حالم خوبه. اینو میگرفتی دیگه. بابا من با تو حالم خوبه. نه تو پول پرستی. بس کن. تو پولی. یعنی چی من پولیم؟ پولی دیگه. هر جا پول است میدوی اون سم. یعنی چی بابا انگار ساکت شو بابا. پولی بودم تو ستارخان وای میستادم. وای میستادی. ول کن دیگه. یارو باباش پول داره، ویلاش رایگان در اختیار من گذاشته. یارو گوه خورده. نه شب آخری از کجا بود؟ قول و قراریه که بین خودتون بوده دیگه. آره. چی گفت مگه؟ و شب آخر بپیچون بیا با من. آها. دیگه من قول و قرار نذاشته بودم که. عباس خوش تصمیم گرفته بود تنها. ویلارم الکی به تو داده. خراب. مامانی؟ جفتتون خرابی دانه. هم تو هم اون. یعنی چی؟ یعنی همین. واقعا زشته. ساکت شو بابا گوشتم بگیر. متاسفم برات. بیا گوشتو ببر بابا. برو بابا. گوشیتو ببر. گوشیتو نمیخوای؟ عشقم. بیتا. گوشیتو ببر. بابا گوشیتو ببر بابا. یارو پول داره دیگه. جهنم به پول داره. الو زهرا فرداش هم میخوام برم بیا پیشم. بابا زنمو میپیچونم فرداش هم بیا پیشم دیگه. تو چی کار داری؟ انا همه چیو در برده خوشم نمیاد دیگه ازش. خداحافظ. او چیه؟ وایسه؟ ای بابا لو رفتیم دیگه. حیف شد. خب غلط کردم بابا. دوربین مخفی بود دیگه پیچم بنام. من گفتم این دوربین مخفی با من نگی من اصحاب ندارم. بابا مگه پشم اونو برداشتی؟ پشه دیگه مگس. یعنی من میخورم آره؟ یعنی من میخورم. نه بزنم تو صورتت یه دونه با همین؟ مگه پشم؟ پشه یاره. والا بی تربیت. یه دوربین مخفی بود دیگه جنبه داشته باش. اونم فهم پیجم بود. دیدی حرفم دو تا شد واقعا نکردی؟ برو جوجه رو بیار بابا. بسکام تموم شد دیگه. دوربین مخفی بود دیگه فهمیدی. ببخش. عیدت مبارک. باشه عشق کردید بچه ها. لایک و این بره بابا. من اسکول تو هم بابا دورت چونه تو زنه من. لایک و کامنت و سابیایتون نره بچه. اگه تا اینجای ویدیو نگاه کردید بگید زهرا دمت گرم. خداحافظ بابا. خداحافظ.